اما تو چرا داری همش میرقصی؟ برو بشین پیش عروس، زشته. گاگول داماد خودتی. داری چه غلطی میکنی؟ آرش بیای رفیقای مستت از اینجا جمع کن. صد دفعه بهت نگفتم رفیقای مستت دعوت نکن؟ احمق، چرا کنار عروس نشستی؟ با شوهر من چیکار داری؟ شوهر منه. 100 بار بهت گفتم شب عروسیت نخور. پس شوهر من کو؟ شوهر تو بیرون گیر داده با آتنا میخوام باهات ازدواج کنم. برای همین با پژمان دعواشون شده، الان دارن مثل سگ همدیگه رو میزنن. چرا با پژمان دعوا کنه؟ آخه پژمان شوهر آتناست دیگه خنگو. بابا آقای بارمن یه دقیقه نریز ببینیم چه گویی داریم میخوریم، کی به کیه؟